از 5 صبح خیلیا مریض داشتن، خیلیا گرفتار بودن، خیلیا سالها بوده امامرضا رو ندیده بودن. گفتن ابوالفضل برای ما دعا کن. گفتم که میارم خودتون دعا بکنید. البته من براتون دعا کردم ولی یه زیارتم خودتون بکنید. آقا امامرضا دست رد به سینه هیچکی نمیزنه. چشاتو ببند، هرچی میخوای ازش بخواه. امام رؤوفه، امام کریم. تنها بودم انشالله مشکل همه گرفتارها حل بشه، همه با حاجتشون برسه. بگو الهی عزیزم